دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امشب اومدیم سراغ گلبرگ هایی که دیشب پهن کردیم و داریم میبینین که به چه صورت داره خوش میشه و انشالله واسه فردا یه برگردونشون میکنیم که یه مقداری زیر و رو بشه و بهتر خوش بشه و اونهایی که یه مقدار زیر خیس مونده اونها هم خوش بشه. و اینا هم محصولاتیه که یا گلبرگ های زعفرانیه که دیروز پریروز جمع کرده بودیم و گوشه ریختیم تا قشنگ اون مغزش هم خوش بشه. چرا که اگر یک مقدار مغزش خیس بمونه باعث میشه که بقیه گلبرگ های خشک ما هم دچار رطوبت و به اصطلاح به صورت کپک زدگی به وجود بیاد، بو و عطرش عوض بشه و دیگه نتونیم ازشون استفاده کنیم.